رفتن مشکل میشه یگان کس رفتن نمیتونه. مثلا آدمایی هست که در فیرم‌ها کار میکنن میتونن که ورا ویزا بدن. بسیاری مردم ندارن شرایطی که ویزا بگیرن برای با ویزا باز اونا مبلغ در کره اینجا ویزا گرفتن. حتما به خود روسیه هم تاثیر میرسه چون که امروز ببینید با گفتی مردم با عقیده هایی که ما امروز از آینه نیلگون تماشا میکنیم واسه مطبوعات میشنویم میخونیم میبینیم که اکثریت مردم در اونجا کار فعالیت کردن و ببینید که جای پوشیده‌اش نیست. همه کارهای مشکلی که در روسیه برپا میگردد این شخصا به واسطه مردمی مهاجر تاجیک است، قرقیز است، قزاق است، دیگران استفاده می‌کنند. خلق بعضو باید برای که این هم یک میروید تو پاتنت میگیرید تو وای میگیرید روز میگذره سومی و بشورت تمام میشه تو کوارتیر میشینه ای ویزا را دایی و کنه خیلی خیلی است بخی هر کس رفته است کی رفته است نامعلوم انا سوال گیجودا لوچ ویزا بروا بینا اخی هر کس نروا اما کسی هست رفته آمده است چیکار کردن نامعلوم. اگر این خیراسی خودش ویزا بگه که چرز ویزا مودا کم ترقین میغلطه برای اون که اودام گفتن در کار مودا ویزا بتا با ما بخیزیم روسیه بدیم کار کنیم. کوشش کنن مردمی تاجیک ما کوشش کنن رو به سوی اروپا کنن که روسیه هر چقدری که به نظر من که هر چی من دیدم هر چقدری که روسیه مقصد رفتیم دیدیم دیگه انا چی بگم بله نه مقصد نه کاری خوبه نه قدردانی میکنن ما مخصوصا تاجیک‌ها. عقیده ما همین است که بگذار همین چیز نباشد برای که امروز مردم در یک وضعیت دچار هستند که سال میرن تا جای کار میوبند تا جای منزل میوبند جای استراحت میوبند چقدر عذاب ها میکشند. خوب میشد که همون یک داکیومنت اساسی میکردن که یک بار همش در همون راست میومد تو غوره میشد. اگر یکی دو نفر یک اشتباه میشه نه تمام مملکت در نظر نگیره تمام افراد خوبی هم از جامعه افراد خوب بیشتر زیاد است. یکی دو انسانی که یا 4-5 انسانی که بسیار اشتباه میکنن میرن حرفای یک کار میکنن تمام کشور باید با اون سطح ما فکر نکنیم. انسان‌های خوبی در اینجا مثلا آدم‌های شخصیت‌های بسیار باور رسیده هستند، مردم‌های دانشمند هستند، سطح کلتورشان بالاست.